بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع صحبتی که من الان صحبت میکنم موضوع واقعا موضوع داغ روز است و بیماری مشهور، بسیاری ها میدانند، بسیاری ها نمیدانند. بیماری سیل است. دایر به همین موضوع چند پند و نصیحت از دیدگاه های سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارم به سمع شما میرسانم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرمایند: اغتنم خمسا قبل خمسین. 5 چیز را پیش از آمدن 5 چیز جناب پیامبران صلی الله علیه و سلم میفرمایند غنیمت بدانید. یعنی 5 چیز می آید، بعد از آن 5 چیز دیگر بالای سر شما می آید، شما به قدر و قیمت آن برسید. یکی از اینها جناب پیامبران صلی الله علیه و سلم می فرمایند شبابک قبل هرمک. به قدر و قیمت جوانی برسید، بعد از آن پیری می آید. شما می خواهید نمی خواهید، خداوند عمر دراز با برکت نصیب روز ارزانی بگرداند، روزی می شود انسان پیر می شود. اما فرموده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی است؟ جناب پیامبرمون صلی الله علیه و سلم چی می فرمایند؟ که به قدر و قیمت جوانی برسید، در جوانی بخوانید، بیاموزید، صاحب علم شوید، صاحب دانش شوید، زبانهای بسیار را با آموزید، از خود کنید. علم برای هر یک انسان سپر است. وقتی که انسان اهل علم باشد، اهل سواد باشد، این برای او یک سپر از علم، او را در همه جا محافظت میکند. زبان دانستن درهای علم برای انسان باز میکند. حاضر من در آغاز گفتم که اغتنم خمسا قبل خمسین. 5 چیز رو پیش از آمدن 5 چیز دیگر غنیمت بدانید. اگر که من لغت ندانم، در این علم سواد نداشته باشم، من از کجا میدانم اغتنم خمسا قبل خمسین؟ از کجا میدانم؟ بنابر همین باید محنت کرد، زحمت کشید، علم آموخت، زبان آموخت، صاحب علم و دانش شد که در آینده از این علم، از این معرفت، از این عرفان چکار کند؟ استفاده برد و او را محافظت میکند، سپر است. و زبان دانستن درهای علم را به سوی انسان چکار میکند؟ باز میکند. بنابر همین جناب پیامبرمون صلی الله علیه و سلم ما را آگاه میکند که شما علم بیاموزید، صاحب علم شوید، در جوانی بیاموزید، هنرها بیاموزید، هنرها را از خود کنید. شما در حیات و زندگی همه اینها را چیکار میکنید؟ استفاده میبرید. اگر که علم در جای خودش، هنر در جای خودش. اما گفتن اگر که به قدر و قیمت جوانی نرسیدید، استفاده نبردید، نکردید، روزی می شود پیر می شوید. پیری می آید بالای سر انسان پیر می شود و در آن هنگام همین صحبت ها پیش نظر می آید که در فلان جا نشسته بودم، یا اینکه پدر، یا اینکه مادر، یا اینکه استاد، یا اینکه یک اهل روحانیت تأکید کردن که بخوان، بیاموز، از خود کن، علم از خود کن، زبان از خود کن، زبانهای گوناگون از خود کن. من نکردم. بعد در همون سین سال پیری به موی سفید به چیکار میکرده است؟ میگفته است برای چه هم در وقتش همین نآموختم، از خود نکردم. و در برابر این برادرهای عزیز و گرامی ما گفتیم سپر میشود. البته ما از بسیار چیزها وقتی که اهل علم و اهل سواد که باشیم آشنا میشیم. بنابر همین از دادرهای عزیز خواهش میشود که
همین فرموده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از یادشان نبرارن، به قدر قیمت جوانی برسن، بخوانن، با آموزن، علم را از خود کنن، صاحب علم و دانی شوند، صاحب زبانهای گوناگون شوند. اگر دادرهای عزیز ما بخوانند و با آموزند، ما افتخار میکنیم از اونها. ما از همه شما افتخار میکنیم. آرزو داریم که در همه خاندان دادرها، خواهرهای ما اهل علم باشن، اهل سواد باشن، استعدادهای زیاد دارن. پدر و مادرها به تفاوت نباشند در سن سال جوانی فرزندها. با اونها شرایط مهیا کنند، نزد استادها برن، با آموزن، بخوانن. در سن سال جوانی، سن سال جوانی بسیار نعمت بزرگ است. هر چیزی که بخوانن، با آموزن، زود از خود میکنن. به تفاوت نباشند. همین کار را در حیات و زندگی فرزنداشون یعنی که جاری کنن، نزد استادها برده با آموزانن، صاحب علم شوند. و دوم، آن چیزی که جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمودن: و صحتک قبل سقمک، و به قدر و قیمت صحت و سلامتی برسید پیش از آنکه بیماری به سوی شما بیاید. ببینید جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم یادرس از صحت و سلامتی کردن که شما به قدر و قیمت این نعمت خیلی نعمت بزرگ است. اگر من سالم باشم، علم می آموزم، زبان می آموزم، هنرها می آموزم، کار و فعالیت خوب میکنم. حتی همه عبادتی که میکنم، عبادت بر وجه احسن، خم نشستن، راست شدن، رکوع کردن، سجده کردن، همه این کارها را با آسانی از عهده‌اش میبرم. اما اگر بیمار باشم چی؟ رفت و بیمار باشم، این کارها را کرده نمیتونم. نه علم آموخته میشود، نه زبان آموخته میشود، نه یک کاری کردن، نه یک هنری آموخته میشود، نه یک عبادتی صحیح و درست انسان کرده میتواند. از این رو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما به قدر و قیمت صحت و سلامتی پیش از آن که بیمار شوید، به قدر و قیمت این چیکار کنید؟ برسید. در حدیث دیگر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ما گفتیم موضوع صحبت ما این موضوع بیماری سیل است. بیماری سیل است. در حدیث شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید که جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که مسلمان بالای مسلمان 5 حق دارد. ما داریم حدیث های دیگر که 6 حق، 7 حق، و در این حدیث 5 حق را جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بیان میکنند. و این حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند. حدیث متفق علیه است. در همین حدیث شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: ما همه اونها را یاد نمیکنیم. یک موردی در اینجا حقی که مسلمان بالای مسلمان دارد، این و عیادت المریض می آرد. یعنی که عیادت بیمار، خبر گرفتن بیمار. اصلا انسانی که رفت و گرفتار هر بیماری شود، اولین کاری که باید کند این مراجعت به طبیب کند، متخصص ساحه. هر یک ساحه متخصص خود را دارد. البته ما اول چیکار میکنیم؟ خودمان تبابت کردن میگیریم با راه و روش های گوناگون. بعد از آن که دیر که کردیم، بی‌پروایی که کردیم، از حد که گذشت، بعد از آن نزد طبیب میرویم، بعد از آن مراجعت میکنیم. نه برادرای عزیز گرامی، ما در آغاز گفتیم که علم بیاموزید. همین علم سپر است. علم میگوید که دادر کسل شدی، بیمار شدی، کسلی جدی است، رفته یک به متخصص، به طبیب چیکار کن؟ مراجعت کن. انا برای چی است؟ علم. انا برای چی است؟ دانش. بنابر همین ما از حد میگذرانیم، بعد از اون چیکار میکنیم؟ میرویم. ما چند متخصص ها قطعی صحبت داشتیم، اونها گفتن که کسلی سیل یکی از نشانه هاش همین است که انسان وقتی که بیمار شد سلفه بسیار میکند،
تب میکند. بیماری همین یعنی که خصلت ها دارد، نشانه ها دارد. بنابر همین وقتی که انسان گرفتاری اکن همین بیمار شد، باید حتما مراجعت کند به طبیب، به متخصصی ساحه. و باز با طبیب ها بگاه تلفنی صحبت میکردیم، گفته بودن که بیماری را تبابتش همش رایگان است، رایگان او را تبابت میکردیم. بنابر همین اونها چیکار کنن؟ به طبیب مراجعت کنن، به متخصص ساحه مراجعت کنن. به هر جاها نه، حتی افرادی هستن که از بسیار چیزهایی که گوشتهای حیوان ها برای تبابت همین بیماری استفاده میکنن که اونها از نقطه نظر شرع شریف حرام هستن، استفاده بردن اونها حرام هستن. متخصص استادگی است، این نزدیکی میرود یک پس نمیزنیم، یک مادر میرود و طبیبی محلی میرود و با اون هم صحبت میشود و از اون مشورت، از اون مصلحت میگیرد. عالم، دانشمند، متخصص در جای استادگی است، یک جای دیگر میرود. برای همین بسیار از افرادی که خدا یگان نفر گرفتار این بیماری نشود، گرفتار این بیماری نشود، اگر رفت و همین خیل احساسات، همین خیل یعنی که سلفه پیدا کرد، تب پیدا کرد، دوامناک شد، حتما باید که به طبیب چیکار کند؟ مراجعت کند. در باب عیادت مریض، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر شما فهمیدید که در محل شما یک نفر بیمار شد، کدام بیماری که نباشد، یا اینکه گرفتاری همین بیماری شد، شما به عیادت او روید، خبرگیری روید، از حال او با خبر شوید، او را دل برداری کنید، در حق او دعای نیک کنید. گفتن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روحیه او را به زندگی بلند کنید، گوید که انشاءالله خوب میشوی، انشاءالله نغز میشوی. نه اینکه حالتهایی شده است که وقتی که یک از اهل خاندان یک نفر گرفتاری همین بیماری شده است، نگاه کنید همه او را به حال خودش پرتافته که مبادا از او چیکار نکنه، سرایت به جای نگاه بین کردن، به جای آن که نزد متخصص بردن، غمخواری کردن، مهربانی کردن، دلسوزی کردن، یاردم رسانیدن، کمک کردن، او را چیکار میکنن؟ به حال خودش میپرتاین. جناب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتن عیادت المریض، خبر گرفتن از حال بیمار، با خبر شدن، همین معنا داره که نسبت به اون مهربانی کردن. حتی یک دادن ما هم صحبت شدیم، یک مرد عائلش گرفتاری همین بیماری می شود، او را گرفته همین خیل می برد و می پرتاید و او را باز چیکار میکند؟ جوابش می دهد. جوان مردی در کجا میموند؟ ما وقتی که ازدواج میکنیم، نگاه کنید، ازدواج میکنیم، اینا من نه، یگان نفر دیگر نه، شریعت در گردن ما مردا واجب میکند که اکنون نکاح کردید، ازدواج کردید، عائله را خانه‌تان گرفته بردید، شریعت در گردن ما واجب میکند که او را چیکار کنیم؟ نگاه و بین کنیم، غمخواری نماییم، با لباس تأمین کنیم، بیمار شد طبابتش کنیم. این را در گردن ما میماند. تا 18 سالگی، تا 19 سالگی، تا 20 سالگی، تا 21 سالگی پدر مادر او را تربیت کرد، هر چیزی که تونستن کردن. اکنون چیکار کردن؟ او را در عقد نکاح شما در آوردن، شما او را ازدواج کردید، با راه و روش شریعت گرفتید، به خانه بردید، شریعت میماند. این را من نه، اینا یگون کسی دیگر نه، شریعت در گردن ما مردم میماند. ما او را میخورانیم، ما او را میپوشانیم، ما او را با لباس تأمین میکنیم، اگر رفت و کسل شد طبابت میکنیم. امروز برعکس، همین که بیمار شد خانه پدر و مادر باید خیلی نباشه. جوان مردی کجا میشود؟ برای همین ما باید که برعکس با بیشتر غمخواری نماییم که او احساس تنهایی نکند.
و جای این جوانمرد چیکار کرده است؟ جوانمردی را فراموش کرده است، برده خانه دا مانده است و خدای نکرده کلمه سیر بر زبانش جاری کرده است. بسیار اوبال است، بسیار نوجوان مردی است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برعکس این را چیکار میکند؟ با ما و شما تلقین میکند. در حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید که وقتی بنده مؤمن و مسلمان فهمید که در محلشان یک انسان گرفتار بیماری شده است و به خاطر رضای خدا می رود عیادت میکند، به خاطر رضای خدا. بیماری ها هم گوناگون می شود. بیماری هست که طاقت بسیار شیشتن انسان در نزدش ندارد. ما میریم از حال او پرسان میشویم، یک دلبرداری میکنیم، روحیه او را بلند میکنیم، بعد از اون در حقش یک دعای نیک میکنیم. اگر از دستمان آمد یگان کمک رسانیده میتوانیم، کمک خودمان میرسانیم، باز چیکار میکنیم؟ خیر خوش میکنیم، وداع میکنیم، میبرویم میریم. گوناگون است. وظیفه من عیادت مریض از همین عبارت است، رفتن از حال او پرسان شدن، برای که وقتی که ما خودمون یک بیمار شویم آرزو میکنیم یک دوست، یک رفیق، یک خیر، یک شبار، یک حق همسایه از حال ما با خبر شود. آرزو میکنیم اینه. انا همون انسانم همین حالت را دارد، باید که رفته از حالش با خبر شدن، در حقش دعایی نکنم. وقتی که میرفته است چیکار میکرده است؟ از حال او با خبر میشود تا بازگشتن. جناب پیامبرمان صلی الله علیه و سلم میگه که تا بازگشتن او بنده خدا در باغ از باغهای جنت است، از اون میوه ها استفاده برده ایستاده است، میفرماید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این خیلی نعمتی بزرگ است. جناب پیامبرمان صلی الله علیه و سلم مهربانی و غمخواری را و عیادت مریض با راه و روش های گوناگون چیکار میکند؟ به سمع ما میرساند که ما از این استفاده کنیم. اما یک چیز مفروض، همه اینها تنها به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی. هر چیزی که میکنیم به خاطر خدا. میریم عیادت، دعای نیک میکنیم، غمخواری مینماییم، مهربانی میکنیم که همین برادری ما، همین مادری ما، همین خواهری ما، همین فرزندی برادری ما خداوند به شفا دهد. غمخواری ما مقصد و مرام باز در اینجا غمخواری در جای خودش و دیگر چیز رضای الله سبحانه و تعالی. در روز قیامت ندا میشده است، حدیث قدسی در می آید، ندا میشده است که ای بنده، من بیمار شدم، برای چی خبرگیری من نیامدی؟ به عیادتی من نیامدی؟ بنده در حیرت میمانده است، میگفته است که پروردگار و تو بینیاز هستی، تو چه خیل بیمار میشوی؟ چه خیل بیمار شدی؟ گفته باز نیادا میشده است. از بنده تعجب میکرده است. ما میخوانیم که خدا یک است، یگانه است، بی مثل است، بی نیاز است، بی مانند است، منزه و پاک است از جمیع عیب و نقصان و شریکا. گفته چیکار میکنیم در دنیا؟ انا بر زبان جاری میکردیم این چنین ندا. جواب می آمده است به بنده که اگر فلان بنده من در دنیا بیمار شد، در محل شما بیمار شد، در دام شما بیمار شد، اگر تو رفته همونه خبر میگرفتی، در حقش دعای نیک میکردی، دلبرداری میکردی که دادر عزیز، اکا، تقای عزیز خوب میشوی، نظم میشوی، انشاءالله صحت سلامت میشوی، با زندگی از پیش است، با همراه میشینیم، در خرسندی ها یک جای هر جا سیر میکنیم، سفر میکنیم، با در خرسندی ها هم دیگر میبینیم. گفته دلبرداری میکردی، روحیه او را نسبت به زندگی بلند میکردی، منو در همونجا پیدا میکردی. یعنی که رضای منو در همون نزد همون بنده چیکار میکردی؟ پیدا میکردی. بنابر همین برادرهای عزیز و گرامی، واقعا این کسلی، این بیماری سیل یک بیماری وزین است، اما تبابت دارد. متخصصا گفتن که سری وقت رفته مراجعت کردن در کار، تبابت رایگان بوده است. برادرهای عزیز گرامی، خدا هیچ وقت درد و رنج نبینید، بیمار نشوید.
و گرفتاری همین بیماری ها نشید. این بیماری که امروز نگاه کنید تمام دنیا را، الحمدلله وطن ما خیلی خوب شده است، الحمدلله خوب است در وطن ما، اما در دیگر جاها میبینیم هست. خداوند تمام مردم شریف تاجیکستان را از این وبا، تمام مردم شریف تاجیکستان از بیماری سیل، تمام مردم شریف تاجیکستان با اهل خاندانشان از تمام درد و رنج ها در پناه عصمت خودش نگه بدارد. در ما وطن ما هستن بیمارها، گرفتاری این بیماری ها، خداوند به همشان شفای کامل و عاجل نصیب و روزی ارزانی بگرداند، عمری درازی با برکت نصیب و روزی ارزانی بگرداند، خوشبختی فرزندهاشان نصیب و روزی ارزان، با چشم حال، با چشم عین الحق چیکار کنن، خرسندی، سعادت، بختی فرزندهاشان با چشم خودشان ببینن. لیکن خواهش و التماس ما همین است برادرهای عزیز گرامی که سری وقت مراجعت کنن به طبیبان، به متخصص ها. طبابت رایگان بوده است. خداوند هیچ وقت درد و رنج را نبینید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خداوند به همتون شفای کامل، شفای عاجل، صحت و سلامتی بر دوام، عمرهای درازی با برکت و با طاعت و عبادت نصیب و روزی ارزانی بگرداند و هیچ وقت یگان شهروندی وطن عزیزی ما درد و رنج را پروردگارا نبیند. آمین یا رب العالمین.